در تاریخ به نام فابریکه حربی مسما بود، مشهور بود. در اینجا قدامت از این ساحه به زمان امیر شیرعلی خان میرسه، کسی که برای نخستین بار هدایت تأسیس یک فابریکه حربی را داد که در اون وقت سلاح‌های امو وقت تولید میشد و مهماتش تولید میشد. با مرور زمان در این ساحه تکامل یافته و تغییرات بیشتری رو نما گردیده. در کنار تولید سلاح و ترمیم سلاح و تولید سلاح، مهمات هم تولید میشد و در ضمن در سالهای بعدیش مطبعه سکوک اینجا ایجاد شد که مسکوکات ضرب میزد و اسناد گرانبها اینجا به چاپ داده میشد. یک کانتینر است، کانتینرهایی که در تغییرات آمده با استفاده از تکنولوژی جدید، کلکینای مدور مربع شکل ایجاد کرده برای که یک جلب توجه بکنه از یک کانتینر معمولی به یک حالت بیزنسی و تجارتی مبادل شود. تعداد هنگرها حدود 21 باب هنگر به سایزهای مختلف است. هنگرهای وجود داره که تا 100 متر طول داره، الی 30 متر عرض داره و نمای فعلی هنگرها را که شما میبینید همون نمای قدیمیش است، البته با حفظ قدامت تاریخیش و بعضی کمبوداتی که وجود داشت که ترمیم و تکمیل گردید. بقیه هنگرها به موقعیت خود به نمای قبلی خود حفظ شدن. چوبی که اینجا کار شده در این مسطح و شما را میبینید، این چوب غالبا چوب نورستان کشور خود ماست، از ولایت کنر یا نورستان بوده و از امو زمان اصالت خود حفظ کرده. در جریان بازسازی ما متوجه شدیم که در روی این رنگ آمیزش شده بود که خلاف اصول تاریخی است. این رنگ دوباره رگمال کردیم، چوب اصلی حال نمایان شده. در قسمتش یک مقدار چوبا که از بین رفته بود را به شکل قدیمیش دوباره احیا کردیم. خود مسطح را شما میبینید که بالای انگلاران‌های و گادرهای که بسیار باریک هستند و ظریف هستند و در مو زمان ساخته شده. این مستحکم است و بنا شده است. این انگلاران‌ها ویژگی خود داره و فکر نکنم فعلا کسی به این شکل به این ظرافت بتونه با این باریکی که داره اینقدر وزن بزرگ چتا تحمل کنه. این نمایندگی میکنه که در اون وقت هم کار فلزکاری و کار مهندسی بسیار پیشرفته بوده و از ظرافت و دقت خاص استفاده شده که تمام وزن به خود با این ظرافتی که داره برداشت کرده. در برنده که فعلا ما و شما قرار داریم، فعلا این برنده باز تاریخی از خوشبختانه کمترین آسیب دیده، فقط روی ازی صافکاری و رگمال شده که رنگایی که اگر اینجا صورت گرفته بود که پاک شده. یک برنده یک فنس بسیار خوب قدیمی اینجا وجود داره به حال خودش و این دقت کتاره است به خاطر حفاظت. اینجا کارگرای کار میکردن که کارهای سبک انجام میدادن، کارهای ثقیل ماشینری را پاهان انجام میدادن. تاریخش البته به طرف چپ اینجا کلکینای وجود داره که به خاطر تنویر است و به خاطر تهویه است. فعلا هم قسم بازسازی شده که قابل باز شدن است، یعنی باز میشه. به خاطر طرف مقابلش هم کلکینا وجود داره. در قفش زی مرمر سیاه استفاده شده و در قسمت چتش هم از آیین استفاده شده. دیوالی که شما میبینید دیوال خوشبختانه کمترین صدمه دیده بود. دیوال اصلی است، از خشت پخته ساخته شده، از مساله چونه استفاده شده و هنگافایی که شما اینجا میبینین همه از جدیدن صورت گرفته، وقتی که هنگافای قبلی از قسمان و یا بعض مورد کلا از بین رفته بود. به این شکل این فضا آماده شده تا که در آینده نزدیک به خیر از این به خاطر مقاصد تجارتی و بزنس از این فضا استفاده شود.
در این زمان شما می‌بینید در پایان دروازه ورودی و کلکنایی که در منزل اول قرار داره دارای کمان‌ها میباشه. این کمان‌ها جزء از تاریخ است. در تمام ساختمان‌های تاریخی در قدیم از کمان استفاده می‌شد که همون کمان‌ها اینجا هم است. البته هر کدام از این از نظر تیر شده. در جایی که کمان‌ها یک مقدار شکست کرده بود یا درس کرده بود یا خشتایش کمبود شده بود و مشکلاتش با حفظ اصالت قدیمیش برطرف شده است. کاشی‌ها از گل ساخته شده، در کره‌های مخصوص و پخته‌کاری میشه توسط کارگرای حرفه‌ای که این مسلک آموزش دیدن و یاد گرفتن تولید شده. نماهای مختلف داره و بسیار به شکل ظریف و خوب اونا جابجا شدن. در بعض موارد اصل کاشی با حالت اولیه‌اش باقی مانده، در بعض موارد دیگه رنگ‌آمیزی شده. یعنی هر دو موردش یک نمای متفاوت خود داره و هر کس به زعم انتخاب خود میتونه از او کپی برداری کنه و در دیگه ساختمان‌هایی که خودشون تهیه میکنه از او استفاده بکنه. پروژه حالا در فیصدی بلند قرار داره ولی تکمیل نیست. ما تصور میکنیم که سال جاری میلادی هم در اینجا کار جریان خواهد داشت و در پیش بینی میکنیم در اواسط سال آینده میلادی 2024 کار ان شاء الله همه به پایان برسه.